از تقدیمات شهلا سیف‌الدین‌آور. برای اولین بار میخواهم از مردان سخن بگویم، گرچه خود زنم. بله، از دنیای مظلومانه بی صدای مردان. هر جا که پا بگذاری حرف از زنان است، حرف از شکنجه هایی که به حق دختران و زنان می شود، حرف از خیانت و بی‌وفایی که به حق زن و دختران مملکت است، حرف از دنیای تاریکی زنان. این تو اندازه حقیقت است، ولی یک بار نشد کسی از مردان حرف بزند. یا همین طور انواع اشعار راجع به زیبایی زنان و دختران است و خلاص. کسی نیست، کسی نیست که این چارچوبه بی صدایی که مردان برای خود ساختند را نابود کنند. قبول، اما قتل مردان که خیلی از دختران و زنان به قتل رساندند زیاد است. ولی چرا کسی از روح زخمی و نابود شده مردان که توسط همه زنان و دختران شده است حرف نمیزنند؟ چرا وقتی میبینند یک پسر یا یک مرد سیگار میکشد پسوندی معتاد به نامش پیوند میزنند؟ چرا کسی نیست غمی پنهان شده پشت آن دود سیگار را ببیند؟ ناراحتی که تمام گلوی مردان را فرا گرفته است از گریه های پرسوز ما زنان دیده دردناکتر است. از کودکی جمله هایی که طنین انداز گوش یک پسر می شوند این است: یک مرد گریه نمی کند، یک پسر در سختی ها مرد می شود. چرا این همه ظالمیم؟ چی مگر یک مرد انسان نیست؟ با این حرف ها چارچوبه تعیین کرده ایم که مردها را زندانی ساخته ایم. تنها دلیل یک مرد مغرور و بی‌عاطفه خوانده می شود این است که هرچی می بیند، هرچی می شنود، هر بار غم را تحمل می کند، ولی حرف نمی زند. سکوت می کند و برای خودش نمی آورد. اگر کسی می خواهد پسوندی بد را برای همه مردان رقم بزند، ابتدا از برادر و پدر خودش شروع کند. بی‌عاطفه و ظالمترین مرد هم گذشته دارد. همین مرد است که غرورش قربان برای پیدا کردن کار و نفقه والدینش می شود. گذشته از اینها مگر تنها مرد خیانت می کند؟ چه ما دختران هیچگاه در یک رابطه خیانت نکرده ایم؟ هیچ زنی در حق شوهرش بدی نکرده است؟ بله، شاید به این مملکت فقط شکنجه های لط و کوب دیده می شود. شکنجه های روحی که مجازات ندارند، شکنجه های روحی که قابل دیدن نیستند. خیلی از پسران جوانی هستند که در درونشان پیرمرد 80 ساله زندگی می کند. مردها و پسرهای زیادی هستند که غرق شده پرهجومی زندگی اند، ولی بقیه فقط لبخندی سوختگی ظاهرشان را می بینند. مردان همه چیز را در سینه هایشان دفن می کنند و ما چه کورکورانه قضاوتشان می کنیم. این حرف ها به این معنا نیست که زنها را نادیده گرفتیم. حقیقت هایی هست که باید پذیرفت خواهرم. ولی اعتراف می کنم دنیای مردان خیلی دردناکتر از دنیای ما زنان است.
беҳтарин таронаи қиссаҳо дар портали Шаҳлу Сайфиддинова.